معمولاً فتح سرزمین‌های بزرگ که ثروت زیادی دارند کار راحتی نیست، کاری که نادرشاه انجامش داد. اون افغان‌های شورشی رو به قتل رسوند و به هند حمله کرد و اونجا رو فتح کرد. اما این داستان زیبا راجع به فتح هند از سال 1736 میلادی شروع شد. نادرشاه در این تاریخ افغانها یا همون هوتکیان رو که تونسته بودن اصفهان رو تصرف کنند بیرون کرد. نادرشاه از همون لحظه به عنوان پادشاه ایران تاجگذاری شد. نادرشاه افشار فقط به بیرون کردن هوتکیان قانع نبود. ایشون 2 سال بعد به قندهار رفت و اونجا رو محاصره کرد. ایشون بعد محاصره وارد قندهار شد و آخرین پایگاه هوتکیان رو هم نابود کرد. با این حمله استراتژیک ایران به هدف خودش یعنی نزدیک شدن به مرزهای هندوستان رسیده بود. حالا چرا هدف ایران رسیدن به مرزهای هند بود؟ درون دربار گورکانیان بر سر جانشینی اورنگزیب کشمکش‌های زیادی اتفاق افتاده بود. معمولاً کشمکش‌ها در یک کشور باعث تضعیف نیروی نظامی اون کشور میشه. همین اتفاق هم برای هند افتاد. نادرشاه که میدونست هند ثروت زیادی داره، پس هدف اصلیش بعد از تضعیف هند فتح این کشور بود. با منابع هند هم میشد تمام هزینه‌های جنگ با عثمانی رو هم پرداخت کرد. اما دقت کنید، اگر هندوستان کشوری ثروتمند نبود نادرشاه هرگز بهش حمله نمی‌کرد. برای همینم بود که بعد گرفتن کل ثروت هند این سرزمین رو بهشون پس داد. اما بریم سر وقت شروع جنگ. نادرشاه قصد داشت حمله رو شروع کنه، پس اول به محمدشاه گورکانی پادشاه هندوستان نامه‌ای میزنه. نادرشاه از اون میخواد که دروازه های کابل رو ببنده. نادرشاه این درخواست رو کرد چون میخواست افرادی که در سقوط سلسله صفوی نقش داشتن نتونن به هند فرار کنن. محمدشاه قبول کرد ولی به مسخره گرفت و تلاشی برای این کار انجام نداد. این اتفاق باعث نبردی جدید میشه، اما وقتی دهلی فتح میشه این نبرد هم به پایان میرسه. ایشون به سمت هندوکش حرکت میکنه. قبل رسیدن به هندوکش با عده‌ای کم از شورشیان هوتکی روبرو میشه. در عرض چند دقیقه تا نفر آخرشون رو میکشه و به راهش ادامه میده. از هندوکش به سمت سند یک رود در هند و پاکستان حرکت میکنه. گورکانیان پس از اینکه متوجه این حمله میشن خودشون رو به اونجا برای دفاع میرسونن. نادرشاه قبل اینکه به سند برسه عده‌ای رو مأمور میکنه تا به جلال آباد برن و برای تلافی و تنبیه عده‌ای رو به قتل برسونن. نادرشاه پس از اینکه بر سند مسلط میشه وارد جنگ کرنال میشه. قوای گورکانی در نبرد کرنال به سختی شکست میخورند. محمدشاه گورکانی انتظار شکست رو نداشت اما تسلیم نادرشاه شد. محمدشاه در اولین روز نوروز به همراه نادرشاه وارد دهلی شدند. بعد اینکه شهر دهلی کامل بررسی شد، اگر هوتکیان دیگه‌ای زنده بودند اونا رو هم به قتل رسوندن. خود محمدشاه کلید تمام خزانه ها رو به نادرشاه داد. نادرشاه هم تمام خزانه ها رو به عنوان غنیمت جنگی به ایران آورد. مهمترین غنیمت های این جنگ هم الماس کوه نور، الماس دریای نور و تخت طاووس بود. تخت طاووس بعدها به نمادی برای نادرشاه تبدیل میشه. سرنوشت 2 الماس دیگر هم اینگونه رقم خورد. الماس کوه نور تا قبل مرگ الیزابت روی تاج اون قرار داشت، اما بعد مرگش وارد موزه بریتانیا شد. الماس دریای نور هم در موزه بانک مرکزی ایران قرار داره. بعد از مدتی هم نادرشاه افشار به کمک محمدشاه گورکانی سلسله مغولی هند رو شکست داد و تمام منابعش رو گرفت. بعد از کمک‌های فراوان محمدشاه، نادرشاه به پاس تشکر تمام سرزمین‌های تصرف شده هند رو به محمدشاه پس داد.